ما به دلیل شیوع دروغ در سیستم مکزیک این پخش را قطع میکنیم. ما از رئیس جمهور کومبیا شینباگا در مورد حکومتداری ضعیفش سوال میکنیم، زیرا یک مشکل بزرگ در حال آشکار شدن است که تأثیر قابل توجهی دارد. تصاویری که موضوع مورد بحث را نشان میدهند در ادامه نمایش داده خواهند شد، زیرا اوضاع از کنترل خارج شده است. اساساً ارتباطات حیاتی را قطع میکند و این وضعیت نمیتواند ادامه یابد و این در نهایت پاسخگو خواهد بود.